پلنگ دوران شاهی. در زمان یکی از شاه‌های قدیم در یک ناحیه دور جای میان کوه و جنگل یک قریه خرد وجود داشت. مردم با زراعت، مالداری و آرامی زندگی می‌کردند. اما در دل همون کوه چیزی زندگی می‌کرد که هیچ کس جرأت نداشت نامش بگیره. یک پلنگ سیاه. مردم میگفتند که این حیوان از جن زاده است. کلام بود، سیاه، چالاک و شبگرد. هر کس که شب تنها طرف کوه میرفت دیگه بر نمیگشت. میگفتن چشمهای سرخ داره و صداش مثل فریاد مرد مرده است. شبی بود مه گرفته. قریه خاموش. فقط صدای زوزه باد و تکان درختان می آمد. یک بار صدای نرهایی از بالای کوه آمد. سگا زوزه کردند. صبح که شد یک بز ناپدید بود، خون در عقب خانه و پنجه هایی که تا وسط قریه آمده بود. مردم جمع شدند. شورا گفت باید فکری شود. اما هیچ کس جرأت نداشت طرف کوه بره. فقط یک مرد ایستاد و آهسته گفت من میرم. یا میکشمش یا خودم کشته میشم. همه گفتند دیوانه است. شب بعد او با یک مشعل و یک شمشیر کهنه آهسته طرف کوه رفت. هر قدمی که میزد صدا در دل کوه میپیچید. یک بار بوی بد آمد. بوی گوشت پوسیده. چشمهای سرخ از لای درختها پیدا شد. پلنگ حمله کرد. مرد شمشیر زد اما حیوان قوی بود. جنگ تنگ شد. صدای نعره، صدای پنجه، صدای فلز. مرد زخمی شد. اما آخر کار یک ضربه نهایی زد. پلنگ نعره کشید و افتاد. مرد برگشت. زخمی، خونالود. پلنگ را پایین آورد. همه دیدن که این فقط یک پلنگ ساده نبود. پشت گوشش یک نشانی بود مثل خطای آتش. ملا گفت این حیوان از دنیا نبود. شاید از جن بود. از همون روز قریه آرام شد. اما هنوز هر چند سال یک بار مردم میگن صدای همان نعره باز هم میآیه. شاید آن پلنگ هیچ وقت کاملا نمرده باشه. اگر خوشت آمد لایک کن و کانال ما رو سابسکرایب کن.